خب یکی از تکنیک ها برای به دست آوردن کنترل تونواگ تکنیک صداست. چطور؟ ببینید به این شکل. ببینید دیدید موقعی که کسی مریض میشه دستمال میبنده و سرش میره دراز میکشه یه همچین صدایی رو ایجاد میکنه. وقتی شما صدای با ملایمت اینو انجام میدید، چند دقیقه تکرارش میکنید، یواش یواش کنترل تونواگ رو به دست میارید و این استرس اضطراب کاهش پیدا میکنه، عصب پاراسمپاتیک شما فعال میشه. باید کشیده باشه، نگید آو، باید بگید آو یا او.